به خاطر تو دارم این زندگی لعنتی رو تحمل میکنم. همه دعوای من و بابات به خاطر توه. ما از جوونیمون مایه میذاریم تا تو راحت زندگی کنی، اینم نتیجهش. وضعیت درس خوندنت هم که افتضاحه. هر وقت اومدم مدرسه جلوی مدیر و معلمات از خجالت آب شدم. آخر از دست تو دق میکنم. این جملات براتون آشناست؟ چقدر ازشون استفاده میکنید؟ دادن احساس گناه به فرزندان از بدترین و ضعیفترین روش‌های ارتباطی در تربیت فرزنده و آسیب‌های زیادی رو به روان و شخصیت کودک وارد میکنه. احساس گناه سالها رد پاش میمونه و از ذهن کودک پاک نمیشه و خود کودک آزاریه. خیلی وقتا ما به دلیل ناآگاهی از روش‌هایی در تربیت بچه‌مون استفاده می‌کنیم که متاسفانه آیندهشون رو نابود می‌کنیم. اگه دائم فرزندتون رو با بقیه مقایسه می‌کنی، اگه مدام بهش برچسب منفی می‌زنی، اگه به بچت احساس گناه میدی، اگه با فرزندت نمیتونی ارتباط خوبی بگیری و اگه در اثر رفتارهای اشتباه شما بچه‌تون دچار استرس، اضطراب و افسردگی شده و یا هر مشکل دیگه‌ای که دارید، میتونید تلفنی با مشاورای همکده صحبت کنید و به راحتی مشکلتون رو حل کنید. برای ارتباط تلفنی و فوری با مشاور متخصص همین حالا عدد 5 را به سامانه 2154 ارسال کنید.